سلام. در هفته گذشته موضوع حجاب اجباری در فضای مجازی و تا حدودی هم در فضای حقیقی به یکی از موضوعات داغ عرصه سیاسی ایران تبدیل شد. هرچند که حجاب اجباری از ابتدای روی کار اومدن آخوندها همیشه یک موضوع چالش بین مردم و حکومت بوده، اما قضیه این بار با دستور جدید رئیسی برای تحمیل حجاب اجباری آغاز شد. رئیسی دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال 84 را صادر کرد. یه قانونی رو 17 سال پیش تصویب کردن برای راه اندازی گشت ارشاد، همین ونای سبز رنگ که تو خیابون پرسه میزنن، که این گشت ارشاد طی این سالیان هر بار به مناسبت انتخابات یا راهپیمایی‌های حکومتی حضورش کم رنگ می‌شده، ولی خب بعدش دوباره پررنگ می‌شده. اما این بار برای اینکه خیلی پررنگش کنند، بلافاصله بعد از رئیسی همه امام جمعه‌های خامنه‌ای هم ردیف شدند تا از این طرح دفاع کنند. حجاب قانونه. قانون را اجبار نامیدن مغلطه است. همه جای دنیا قانون دارن، به قانون احترام میگذارن، با پسوند اجبار خرابش نمیکنن. بابا کل دنیا پشت چراغ قرمز وای میستن، هیچ کس نمیگه ایستادن اجباری، نه قانون. این را بگویم، نفس واژه حجاب اجباری واژه‌ای غلط و برای تخریب حجاب است. ببین، ایستادن پشت چراغ قرمز یک قانون منطقیه که همه مردم رو قبول دارن، چون اگر این قانون اجرا نکنن، چراغ قرمز رو رد کنین، تصادف میشه. اما این قانون حجاب اجباری شما رو هیچ جای دنیا قبول ندارن. اون جاهایی هم که این قانون رو ندارن هیچ اتفاقی نمیفته، مردم دارن زندگیشون رو میکنن. پس مردم ایران حق دارن که علیه این قانون بلند شن و اعتراض کنن. حجاب اجباری هم که شاخ و دم نداره. وقتی برای زن و مرد ردیف کردی که چی بپوشن و چی نپوشن، میشه اجباری دیگه. یکی از مصادیقش مصوبه سال 74 شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای دانشجویان دختر نپوشوندن کامل موی سر و گردن و استفاده از روسری‌های نازک و کوتاه، داشتن ناخن مصنوعی و بلند بودن بیش از حد اون و آرایش‌های نامتعارف صورت و مو رو مجاز نمیدونه. نگاه کن، اینجا نوشته طبق این قانون حجاب برای خانم‌ها شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه و کفش و رنگ لباس و ایناست، و برای پوشش آقایون هم از کراوات و پاپیون و تیشرت و شلوار زاپدار نباید استفاده شود. این اگر حجاب اجباری نیست پس چیست؟ اینایی که دارن حقوق بین‌الملل میگیرن، حقوق دولت میگیرن، اینا رو مجبور کنن بگن قانونی شما وظیفت حجاب داشته باشید. 8 ساعت داری میاد توی این اداره، این چه سر و وضعیه؟ حاضر میشوید در آموزش پرورش، در نمیدونم مرکز بهداشت، در فلان اداره، در فلان اداره. اولا که حقوق رو به خاطر کاری که میکنن میگیرن، نه به خاطر رعایت حجاب. دوما اگر مشکلت فقط با کارمندای دولته، پس اون گشت ارشادی که داره تو خیابون پرسه میزنه داره چه غلطی میکنه؟ دیگه تو خیابون به ملت چی کار داری؟ به تو چه که مردم چی میپوشن؟ استفاده ابزاری از مسئله حجاب برای رقابت‌های سیاسی به نظر من یک خیانت است. اینکه یک کسی با یه ظاهر کاملا متدینانه بیاد هنجار شکنی دیگران را توجیه کند برای که میخواد توی رأیگیری صندوق را به نفع خودش پر بکند، این خیانت است. خب تو بگو توی این نظام کی این خیانتی که میگی رو نکرده؟ اینهاش خود رئیسی موقع انتخابات، کمپین رئیسی بیا با حجاب خیلی رئیسی طور، یا اینجا مثلا توی جشنواره فجر گشت ارشادی نمیبینی، اما اگر کسی با همین پوشش توی خیابون باشه فوراً یه ون سبز سر میرسه. یا اینجا در راهپیمایی برای سلیمانی جنایتکار که این خانوم به جای حجاب مورد نظر آخوندها یک عکس قاسم سلیمانی گرفته دستش. که همین از نظر این خانم گشت ارشادی کاملا اوکیه و به جای اینکه سرش رو بکوبه به دیوار ون ازش استقبال هم میکنه. یعنی تو این نظام
هر وقت که منفعتش ایجاب کنه و بخواد مثلا آدم‌ها رو بکشه توی خیابون، نه تنها با بی‌حجاب کار نداره بلکه استقبال هم میکنه. چرا؟ چون حفظ نظام از اوجب واجباته و برای حفظ نظام هر ملقی میتونی بزنی. این جمله‌ای که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که حفظ نظام از اوجب واجباته، ظاهراً از نداره. حفظ نظام اوجب واجباته. برای حفظ این اوجب واجبات طبق گفته خمینی میتونن تا اینجاها که خودش گفته برن. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید. جاسوسی فاسد بکنید، اما برای حفظ اسلام واجب است. حالا همین نظام، همین رئیسی اومده شاخ و شونه کشیده برای زنان و مردان ایران که آقا باید حجابتون رو درست کنید. سوال اینه که الان چرا این طرح آورده؟ آخه تو این وضعیت گرونی و بیکاری که ملت از همه چی دادشون به هواست، چرا یه دفعه یاد حجاب افتادی؟ آخه شما که تا همین چند هفته پیش سلام فرمانده رو با حجابای اونچنانی برگزار می‌کردید. بعد کلی هم پوز میدادید که اینطوری دارید زنان به اصطلاح بی‌حجاب رو سمت خودتون میکشید. من در خصوص این خانم‌های بی‌حجابی که در کمپین امید دانه شرکت کردم، یکیش این کمپینی که امید دانه را انداخته، یا 15 ثانیه درباره سلام فرمانده بخون برام بفرست. این خانومه که این وسطه مروج بی‌حجابی باشه بهتره یا با همین حجاب خودش در مقابل مروجین بی‌حجابی باشه؟ خب دومی بهتره. الان دومی اتفاق افتاده. دردناکه که اینجا عده‌ای زیر پرچم جریان انقلابی این بدیهیات را نمیفهمند. پس همین نظام که خودش تا همین دیروز استفاده ابزاری از حجاب میکرده، یه دفعه یاد قانون 17 سال پیش حجاب افتاده. چرا؟ دلیلش رو خودشون نمیگن، ولی ناظران آگاه میگن یه فرضیه اینه که یه سال از اومدن رئیسی گذشته، تو همه زمینه‌ها کارنامش از مردود اونورتره. از قیمت دلار بالای 33,000 تومان گرفته تا پوشالی بودن وعده 1 میلیون مسکن در سال و 1 میلیون شغل، از اون طرف هم بنبست برجام و گرانی‌های کمرشکن. خلاصه چون چیزی برای عرضه کردن نداره، میخواد با بولد کردن حجاب اجباری یه گرد و خاکی بکنه و روی این شکست‌هاش رو بپوشونه. اما در عمل هیچ کاری نتونسته از پیش ببره. وقتی ریز میشی میبینی که عین چی از این که سر حجاب با مردم رو در رو بشن وحشت دارن. سخنگوی ستاد امر به معروف: ما مخالف بگیر و ببندیم، مخالف برخوردهای خشن هستیم. یا این یکی هم دبیر نهی از منکر خراسان رضویه که 2 هفته بعد از شروع این طرح با وحشت از واکنش مردم اینطور گفته: تلاش ما این است که با کمترین تبعات کار را پیش ببریم. نیروهای ما در این زمینه توجیه هستند. ارزیابان ما به هیچ عنوان قرار نیست به افراد تذکر دهند. اگر شاخصی رعایت نشده، آن مورد را صرفاً یادداشت می‌کنند. وظیفه ما برخورد نیست. پس تا اینجای کار چون خوب میدونن که ملت سر این قضیه حساسیت دارن، حواسشون خوب جمعه که یه وقت جرقه ایجاد نشه که مردم به اعتراض بلند بشن. توی پاساژ کوروش دیدید که همین که خواستن به بهانه بدحجابی مزاحم خانم‌ها بشن، کسبه مغازه‌ها رو بستن و دیدن که اعتصاب و اینا ممکنه راه بیفته. ساعت 1:03 ظهر اینم وضعیت ولای پاساژ کوروش تهران، همه بستن به خاطر گشت ارشاد و اماکن. اینم شده کاسبی ما. مشتریای بدحجابم راه نمیدن یا میگیرن میکنن تو ون میبرن. تا جایی که به حکومت برمیگرده، هم میخواد از یک طرف جامعه رو با ایجاد یک جو ترس جدید حول حجاب قفل کنه و هم تو جامعه‌ای که فضای مردم به شدت انفجاریه، تمام ترسش اینه که یه وقت سر همین موضوع تنشی رخ نده که جو علیهش برگرده. پس توی این فضا بستری فراهمه که مردم میتونن هرچه بیشتر با هم متحد بشن و در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژیم بایستن. تجربه هم نشون داده که هر جا که مردم ایستادن موفق هم بودند.
یعنی مردم ناراحت میشن. عبدالله صاحب چرا دست میزنی؟ آخ این زن عبدالله صاحبه. نه بابا این زن عبدالله. این زن عبدالله. این زن عبدالله. اما دیدم بیا این چقدر آشنایی برای من. این زن عبدالله. در نهایت میشه گفت که دستورات رئیسی در مورد حجاب هم سرنوشتی مشابه ممنوعیت ماهواره و فیلتر کردن توییتر و تلگرام و راه اندازی اینترنت ملی خواهد داشت، چرا که در همه این موارد قبلی هم عزم و اراده مردم برای ایستادگی در برابر این قوانین سرکوبگرانه خیلی بیشتر از اون بود که رژیم بتونه این قوانین رو به مردم تحمیل کنه. وقت بخیر و خدا نگهدار.